امروز 27 شهریور 1402 ساعت تقریبا 2:30 نصف شبه. من دارم میرم آرایشگاه که ساعت 3 دیگه کارمو شروع کنه. پارکینگ. الان ساعت 2:40 است. ما ماشین رو زدیم بیرون و داریم میریم به سمت آرایشگاه. اینقدر نخوابیدم توی یه روز، چون که شب قبلم کلا 5 ساعت خوابیدم. اینقدر نخوابیدم توی این یه روز چشمام توش لکه قرمز افتاده و هر دفعه به صورتم یه جوش جدید اضافه میشه. موامم که میبینی خیسه، بودو رفتم یه دوش سری گرفتم. همینجوری که میبینین خیابون کلا واسه ماست و هیچ کس هم تو خیابون نیست. ما قانون رو رعایت میکنیم. آره، داروخونه شبانه روزی هم کلا بسته است. ما رسیدیم در سالن ولی در ساختمانشون بسته است. ساعت 10 دقیقه به 3. چه؟ معلوم نیست هیچ. بازم معلوم نیست. بیا درخشان شدی. اینم از من. اومدیم که بریم سالن خوشگل شیم. اومدم سالن ساعت 3:20 است. 3:20 صبح. بریم تا خوشگل بشیم. چرا هم که خوشگل میشیم این شکلیه. اینجا پر از حس خوب و انرژی مثبته. الان من موهام صاف شده، منتظر اینم که ویو بشه، بعدش برم برای میکاپ. موی مشکی چیز دیگه است ولی ها نگاه. یه اتاق گذاشتن واسه خواب. من فرستادن اینجا استراحت کنم تا وقتی که برم بقیه میکاپ هم انجام بدن و موهامو درست کنن. من برام یه تخت و پتو و بالشت گذاشتن. میبرم آینه است، فقط من این دستم. باحاله.
اینجا جایی بود که برای ما گذاشتن. این تخت منه، اون تخت منه. برای ما گذاشتن که ما استراحت کنیم. بعد از اینکه میکاپ چشممون تموم شد ما رو فرستادن اینجا، چون که صبح زود بیدار شدیم که استراحت کنیم. آره اینجوری واقعا خواب اینجا خیلی کیف داد، چون تاریک بود، بعد به شدت خواب توش خوشمزه و لذیذ بود. نظرم که شنیون و عروس خانومه تموم بشه و شنیون و موی خوشگل منو انجام بده. اینم از من و ماهان که من از آرایشگاه اومدم، ماهان اومد دنبالم، رفتیم محضر، یه سری امضاها بود، محضر انجام دادیم. الان اومدیم آتلیه، با آتلیه بریم باغ برای عکاسی و بقیه برنامه‌های ازدواجمون. امروز 27 شهریور 1402. بعد از ساعت‌ها بیخوابی. اینم گل خوشگلم. بزن دوربینو. قطعا میفته. نه جلو میفته انا. پشتش حالا بعدا کاملش هم میگیریم دیگه. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. آقا داماد بگه به نام نامی یزدان، به نام نامی یزدان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان. تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان. برای زیستن با تو، برای زیستن با تو، میان این همه گواهان، میان این همه گواهان. بر لب آرم این سخن با تو، بر لب آرم این سخن با تو. وفادار خواهم ماند، وفادار خواهم ماند. در هر لحظه، در هر جا، در هر لحظه، در هر جا. پذیرا میشوی آیا؟ پذیرا میشوی آیا؟ نامی یزدان، به نام نامی یزدان پذیرا میشوم پذیرا میشوم مهر تو را از جان، مهر تو را از جان. همکنون همکنون باز میگویم میان انجمن با تو، باز میگویم میان انجمن با تو. وفادار تو خواهم ماند، وفادار تو خواهم ماند. وفادار تو خواهم ماند. در هر لحظه، در در هر جا، برای زیستن با تو. برای زیستن با تو. همایون باد این پیمان، همایون باد این پیمان، همایون باد این پیوند، همایون باد این پیوند، گرامی باد این سوگند. گرامی باد این سوگند.
الان ساعت 12:07 است. دیگه 27 یعنی تمام شده. 12 شب گذشته و وارد 28 شدیم. مراسم ما الان تمام شد و با همه مهمونامون، حالا همشون که نه، اونایی که شرایطشو داشتن، داریم میریم پارک کوهستان. صدام گرفته، اصلا نمیتونم حرف بزنم. آره دوتامون صدامو گرفته، ولی واقعا خوش گذشت. واقعا خوش گذشت. واقعا خوش گذشت. یعنی اونقدر خوش گذشته که آدم هر چقدر بگه کم گفته. آره. خسته و پاره. حلقه نشون بده. آره اینجوریا. اینم تموم شد. الان رسما قانونا شرعاً زن و شوهر شدیم. الان ساعت 1:25 شبه. میکاپ من همون جوری که صبح بوده مونده، موام همون جوری که الان میذاره همون جوری که صبح بوده مونده و تقریبا حالا حدودا نزدیک از 8 حساب کنیم تا الان نزدیک یه 20 ساعتی 18 ساعتی من میکاپ رو صورت دارم، ولی اصلا حس خستگی نکردم. واقعا خوش گذشت. پارک کوهستانمونم رفتیم آخر سر. خیلی 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 خوش گذشت. انشالله که همه کسایی که مجردن همچین بخت خوبی، همچین اقبال خوبی نصیبشون بشه. دیگه اینم از مراسمات ما. 27 هم تمام شد و من و ماها رسما زن و شوهر شدیم.